سوال من جواب گویید. کلبسه را خوری، نماز را بخوانید، درست است. اگر حلال باشد درست است، اگر حرام باشد نماز تو چی هست؟ در نزد خداوند نمازی هست که هیچ ثواب در او وجود ندارد. امروز حسیب ها برآمده است. همون کلبسه ای که میگن همون حسیب است. همون حسیب هایی که برآمده است امروز در همون مقاوه هاشون نویساندگی هست که حلال. مادامی که همون حلال که نویسانده شده است همونها حلال هستند، شما می توانید که از اونها استفاده کنید. و دیگر مقاوه های هستند که از طرف دولت های کانادا آمدگی است، امریکا آمدگی است، از برزیل آمدگی است. انا اونها در مقاوه شون حلال نویسانده نشده است. از این خاطر اونها را خوردن شما حرام است. وقتی اونها را خوردین شما در نزد خداوند حرامخور به حساب می روین، گناهگار میشین. در عبادتاتون البته خلل پیدا میشه. چگونه که حضرت مولوی میگوید تا ای صوفی که در بر میکنی دلق کنه ول احتیاط از پاکی حلق. اگر حلقی کسی آلوده باشد کجا در معرفت پالوده باشد. اگر کسی که حرامخور باشد، کسی که حلقی او از حلال خالی نباشد، وای خدا را چگونه میشناسد؟ در دل وای محبت خدا و ترس خدا جایگیر نمی شود. در شکم به که وای لقمه حرام میخورد. همه وقت شما از این خوراکی ها با احتیاط باشین. وقتی میخرین نگاه کنین که در حلال نویسانده شده باشد، مرحمت برای شما حلال. حرام باشد نخرید که گناهگار میشه. اینجا یک برادر شعر نویسانده است در باب زن و از ما التماس کردن که در موضوع زن داخل کنید. ان شاء الله اگر بینیم که علاجش باشد جوگیر میکنیم. السلام علیکم داملای محترم، از شما خواهش میکنم که به سوال من جواب گردانید. با کرته آستین کلته یا اینکه فوتبالکه نماز خواندن درست است؟ یعنی اگر کرته که آستین نداشته باشد یا فوتبالکه باشد، نزد مذهب ابو حنیفه کراهیت دارد. یعنی با آستین کلته نماز خواندن کراهیت آمدگی هست. حتی در حدیث های عایشه صدیقه روایت میکند، یعنی کان کم رسول الله صلی الله علیه و سلم الی الرسل. این حدیث هم آمده است که بود آستین پیغمبر خدا تا بند دستش، یعنی تا بند دست آستین پیغمبر خدا پوشیده بود است. یعنی آستین کلته هم پیغمبر خدا داشتند. یعنی اگرچه نزد مذهب ابو حنیفه کراهیت داشته باشد، نزد مذهب جمهور باک ندارد. از این خاطر یعنی با کراهیت نماز شما درست می شود. کراهیت معنای او را ندارد که نماز شما فاسد شد، بلکه معنای این را دارد که از ثواب او کم می شود. از این خاطر مادامی که اگر ضرورت باشد باک ندارد، لیکن بی ضرورت باشد کرته های آستین کلته داشته باشین، از اختلاف و گپ زیاد پیدا شدن همون کرته آستین دراز پوش نمازتان خوانید. لیکن ضرورت باشد باک ندارد. السلام علیکم داملای محترم، سلامتی شما را از درگاه الهی طلبگارم و چنین خواهش دارم که 2 مصرع رباعی خواجه حافظ را تحلیل می‌کردید. من طفلم و بی گناه مرا می سوزند، ای وای به تو که پیری و پرگناهی. یعنی من طفلم و بی گناه مرا می سوزند. شاید ازت در اینجا خودش یادآوری کرده باشد که من مثال اینقدر از غلط و از عصیان چقدر احتراز میکنم، یعنی چقدر پاکیزه هستم، چقدر ترس خدا دارم. باز بزم این چیکار میکنم؟ باز از خدا میترسم که شاید که همین پرهیز من، تقوای من در نزد خداوند قبول نشده باشد. لیکن وای بر حال تو که تو پیر هستی و باز از خدا نمیترسی. یعنی پیر شاید که همه مردم در نظر داشته باشد. شاید که ای مردم شما اینقدر آلوده عصیان هستین، اینقدر گناه میکنین میگردین، وای به حال شما که جزای شما در نزد خدا چی باشد. باز دیگر معناها هم دارد، لکن همینش فکر میکنم کفایت کننده است. اگر لازم باشد مرحمت بیا، من اونقدر تحلیل شعر پره تحلیل کردن نمیتوانم. داملای شیرین سخن، من از شما خواهش دارم که سوال مرا با پررگی جواب گردانید.
بر من گفتند که نامت را عوض کن، این نام تو خوب نیست، نام تو جمشید است. داملا چی گفتنی هستی؟ من نامم را عوض کنم یعنی میفهم؟ عوض کنید. جمشید کسی هست که 400 سال پادشاهی کردن، دعوای خدایی کردن و کافر بود. انسان مسلمان باید نامش به نام کافر مانند نباشد. از این خاطر بهترین صورتش پیغمبر گفت است نام مرد یا عبدالله باشد یا عبدالرحمن باشد. از همین نامها بهترینش اختیار کنین، برای شما پسند است. شرط نیست که در حجت ها تغییر دهیم. باز برای شما میگویم اعلان کن که نام من عبدالرحمن است، فردای قیامت خداوند با همین نام تو را صدا میدهد. جمشید کافر بود. پیغمبر خدا وقتی که مبعوث به پیغمبری شدن، زمان آمدن صحابه ها نامهای دیگرگون داشتند. همون کسانی که مسلمان می شدن نامهای اونها چی نامهای قبیح بود، همون تغییر داد پیغمبر، تمام نامها را عوض کرد. السلام علیکم داملای شیرین زبان، اکای حاجی مرزا. من استقامت کننده ناحیه مؤمن آباد می باشم و به شما چنان اعتقاد دارم که کسیته های شما را دسترس نموده گوش میکنم. آیا درست است که سفیدی را یعنی شیر و دوغ را در شام از خانه نمیبرارید؟ اکای حاجی مرزا التماس دارم که من را در این روز سید از تحت دل دعای نیک دهید و شما عمر دراز و موفقیت آرزو دارم. با احترام مخلص دائمی شما از ناحیه مؤمن آباد. خدای مهربان شما را عمر دراز دهد و اخلاص شما را باز هم زیاده بگرداند و شما را خدای مهربان به راه راست هدایت کند. آمین یا رب العالمین. و این دوغ و شیر و چیزی نباشد. وقتی خاندان شما آمدن، همسایه یا کسی که حاجتمند هست، چی شام است، چی خفتن است، چی پیشین است، شما رد نکنید. همه حالت ده. وقتی که یک برادر حاجتمند نزد شما می آید، کار کنید که حاجت وی برآورید. کار کنید که اگر نباشد همون دوغ است، شیر است، نباشد هم با گپ خوب، با معامله خوب وی جواب گردانید. نگوید که بعد شام است. اینها گپ همون زنها هست. این فتواهای همون دروغ و همون بگیم سفسطه و خرافات های دوره پیش است. از این خاطر سفیدی هست، سیاهی هست، چگونه ایش که نباشد. وقتی خاندان تو می آید، همسایه تو، کاری که حاجت وی برآورد. اینا دروغ هستند. السلام علیکم حضرت حاجی مرزا. بعد از سلام این که با این سوال من جواب درست دهید. من استقامت کننده ناحیه مؤمن آباد می باشم و کسیته های شما را برده گوش میکنیم و شکر خدا میکنیم که چنین پیشوا داریم. براستی گپ به شما افتخار داریم. آیا این درست است که نان زنی بی شوهر که در اصل شوهر من فوتیده است خوردن جایز نیست و نمازهای خوانده من را خداوند به درگاهش قبول نمی کند و آن چیزی که من خیر میکنم خداوند قبول نمی کند؟ با احترام صمیمی مخلص دائمی شما از ناحیه مؤمن آباد. برادر عزیز، اگر همین زنی که شوهر ندارد و فرزندها دارد و اینها اگر احتیاجمند باشند و اینها با صدقات دهند، صدقات اینها را خدا قبول نمی کند، بلکه اینها در صدقات دادگیشان در نزد خدا عاصی و گناهکار می شود. کفا بالمرء اثما ان یضعها من یقود، پیغمبر گفته است از روی گناه برای شما ای امت مسلمان همین بسنده هست که آن چیزی که از رزق روزی کودک‌های شماست و به دیگرها می‌دهید. همین از روی گناه گفت پیغمبر برای شما بسنده است. همین گناه بسنده است که شما را خدا عذاب کند. که اگر آن چیزی که برای فرزند تو احتیاج به او دارد، خوراکی که فرزند تو به او احتیاج دارد، تو وی باز گرفته به مردم تقدیم میکنی. البته کدام زنی به شوهری که یا کدام زنی شوهرداری که اگر از قوت خود زیاد خیر احسان میکند وی در غضب خدا گرفتار میشود.
این در نزد خدا هیچ قدر و قیمتی ندارد، زیرا خدا خود در قرآن میگوید لا یکلف الله نفسا الا وسعها. من بنده خودم را تکلیف نمیدهم از قوتش زیاد، از قوت زیاد دیگر از بندم تکلیف ندارم. حتی شما اگر همون نان و آبی که در خانه دارین بسنده فرزندهاتان باشد، همراه همونها خورید، این به منزله هست که شما یک دیه را نان دادین. شما صدها آدم چیکار کردین؟ خوراک دادین. وقتی اگر یک کودکی تو از دسترخوان تو سیر میکند، این از عقیده اسلام، این از غمخواری اسلام برای آدمهای فقرا و برای آدمهای غریب. لیکن اگر دستی رسا داشته باشد، شرایط های خوب داشته باشد، اگر یاردم کند با که ندارد بلکه ثواب میگیرد. و نمازهای اینا چرا خدا قبول نمیکند؟ این مسئول است، شوهرت میمرد، فرزندت میمرد، خودت در حالت وزنین هستی، نماز خوان. با مردن شوهر و مردن فرزند نماز از گردن آدم ساقط نمی شود. یا معنای او را ندارد که خدا تو را غضب کرده باشد و نماز تو را خدا قبول نمی کند. نه، بلکه نماز خواندن گیر نماز خدا قبول می کند. لیکن در دادن خیر احسان اولا از خودت، از فرزندهایت، از خیش قومیتت سر کن، بعد بیرون در مرحمت خیر احسان کن. السلام علیکم داملای عزیز. سوال: دختری را نقض میبینم و در فاتحه هم میباشد. او را گفتم که ستر عورت پوشو، به شخصان بیگانه و خیش و تبارت غیر از اکه و دادرت سلام نکن. آیا من حق دارم با این؟ با سوال پرره جواب دهید. البته حق داری برادر عزیز. اگر خدا کند تمام مردها را چنین غیرت اسلامی نصیب بگرداند که کار کنند که در عائله خودش سخن خودش گذر کند، بگذراند. البته وی بغیر اکه و دادر و همون آدم های نزدیک محرم خودش دیگر حق ندارد دست شوی مثال دراز کند، با همسایه سلام کند، با همسینفش سلام کند، با یک شناسش سلام کند. این ده حق ندارد. وی شما پره حق دارین که بالای زن خودتان رئیسی کنین، بالای زن خودتان حکمرانی کنین. دارین این حق، البته به البته. السلام علیکم داملای بی نهایت مهربان و داملای عزیز. خواهر من با من قهری شد برای آن که من نگذاشتم که او فتح پوشد. باز عقیده دارد که از حضرت امیر جان با این لباسش دعا میگیرد. آیا این عقیده حقیقت دارد؟ خواهر تو وقتی همراه تو قهری می شود، وقتی که تو برادر اسلامی هستی، تو غمخوار قرآن و غمخوار مسلمان ها هستی، وقتی بر خواهر خود میگویی که فتح نپوش زیرا فتح لباس مسلمان نیست، وی باز با تو قهری می شود. وی تصور کند وی خواهر که وی با خدا قهری شده است، زیرا که این فتح پوشیدن و برادر وقتی حکم میکند که تو فتح نپوش، این حکم قرآن است، این حکم حدیث های پیغمبر خداست. وی با تو قهری نکرده است، وی با خدا قهری کرده است، وی با پیغمبر خدا قهری کرده است. لیکن خوش به حال تو واری برادر که این چنین غیرت داره که خواهر خدا از پوشیدن فتح من میکنی. این خواهر باز گفته است مادامی که تو قهری هم که باشی، من از حضرت امیر جان رفته دعا میگیرم. قسم به خدا حضرت امیر جان، ما خاک پای حضرت امیر جان نمیشویم. حضرت امیر جان چنان عالم، چنان فیلسوف بودن که اونها بیزار بودن از این زنهایی که فتح پوش بودن. اونها بیزار بودن. وقتی این خواهری که با فتح نزد حضرت امیر جان می رود، من باور کن از جانب حضرت امیر جان دعای او را به تو میگویم. وای میگوید ای خواهر، وقتی تو با این لباسی که خدا نخواست، پیغمبر نخواست، نزد من آمدی، خدا تو را سیاه بخت کند. این دعای حضرت امیر جان است.
خدای مهربان میگوید، دعا میکند حضرت امیر جان که اصلا را فرزند سالم نصیب نگرداند. ای بدبخت تیزتر از من گم شو. این دعای حضرت امیر جان است. زیرا من پیرو قرآن هستم، من پیرو حدیث های پیغمبر خدا هستم، من پیرو دین یهود نیستم، من پیرو تقلیدهای زنهای غرب نیستم. من مسلمان هستم. من از دیدن این منظره ناخوش می شوم، غضبناک می شوم. خداوند تو را هیچگاه به تخت و به بخت نرساند. این دعای حضرت امیر جان است. خواهری که اگر این چنین عقیده داشته باشد. خواهرای عزیز و برادرای مهربان، ما و شما الحمدلله مسلمان هستیم. چگونه ای که امروز داعی های بدبخت و روسیا، داعی ها، دعوت کننده های از خدا بیخبر، وقتی خواهرهای ما و شما را مبدل به فتح پوشیدن کردند، مبدل با سری لوچ کردند، مبدل به گردنهای لوچ کردند، ما و شما چرا دعوت نکنیم؟ چرا ما و شما خاموش ایستیم؟ چرا اونها غیرت پیدا کردند که این احوال بالای زن مسلمان پیدا کردند؟ چرا ما غیرت نکنیم؟ چرا نگذاریم که دختری ما فتح نپوشد؟ چرا دهانهای ما و شما پوشیده باشد؟ با تمام قوه باید مبارزه بردن در کار، چگونه ای که اونها مبارزه برده ایستادند. او روز اگر تماشا کرده باشین، رئیس جمهور با جوانها برآمد داشت. فکر میکنم همه تماشا کردین، من هم تماشا کردم. رئیس جمهور گفت وقتی سوال از جانب دختر تاجیک کولابی شد، گفت دوست می‌دارم که دختری کولابی چکن داشته باشد و داکه در سر داشته باشد. اینا همه شما شنیدین. وقتی ما و شما زن گرفتیم، اونها چکن داشتند، اونها لطه های بالای سر پوشیده داشتند، اونها را کسی نمیدید. امروز چی شد که این جوانها اینقدر دیوس شدند؟ در پهلو زن با فتح، نیمی بدن برهنه، پسهای پشت برهنه، آستینها کلته، در پهلوی دستی او را قپیده است. تو روس نیستی، تو یهودی نیستی، تو انگلیچن و فرانسوز نیستی، تو مسلمان هستی. ما باید به زنهای غرب تقلید نکنیم. از غرب مرحمت یاد گیرین، کامپیوتر را یاد بگیرین. چگونه ای که پیشرفتی در ترقیات ها کردن، مرحمت در اینش تقلید کنین، لیکن در لباس اونها تقلید نکنین. خواهرای عزیز، پوشیدن لباس قیمت من نیست، پس پرده نشستن من نیست. اسلام نمیگوید پس پرده نشین، اسلام نمیگوید که متریال قیمت نپوش، بلکه بپوش، لکن آستیندار باشد، لکن پیش برش بسته باشد. این است لباس مسلمان. آیا همین قیچی را گرفتن، همین آستین را کلته کردن کار قین است؟ ببینید دیگر زنها خدا برکت چونتیه در شهر وقتی میبینی چی زینت زیبا دارند. اونها نمیتوانند، میتوانند، لیکن ایمان و خدا ترسی و برادرهای مسلمان و پدرهای مسلمان دارند. معلوم میشود که اون خانه خانه با ترتیب بوده است، اون خانه خانه بوده است که اونجا قرآن حکمران بوده است. وقتی که این زنها از آغاز زندگی با این بی‌حیایی، با این بی‌شرمی، با این بی‌اهمیتی، وقتی که آغاز زندگی میکنن، از اینها چگونه مادر اساسی پیدا می شود، از اینها چگونه فرزندهای سالم و صالح پیدا می شود، کی پیدا می شود؟ خدا رحمت کند. حضرت محمد اقبال لاهوری را میگوید فطرتی تو جذبه دارد بلند. زنها را میگوید، این پیغمبر خدا میگوید لا تضرب اماء الله. امروز خواهرای ما و شما این قدر قیمت خدا گم کردن. پیغمبر میگوید لا تضرب اماء الله. ای مردها هوشیار باشین، کنیزک های خدا را نزنین. زنها را خدا کنیزک گفته است، کنیزکی من هستیم.
دنیاکم النساء. پیغمبر میگوید بهترین آن چیزی که من از دنیا دوست می‌دارم این زن است. چه قدر داری، چه منزلت داری. صد افسوس که امروز منزلتی خطا، قدری خطا تو گم کردی. فکر میکنی که همون سری لوچ و گردن لوچ زینت توست. نه، زینت تو نیست. حضرت محمد اقبال لاهوری میگوید فطرتی تو جذبه دارد بلند، چشم و هوش از اسوه زهرا مبند. ای خواهر عزیز میگوید تو میگن نظر به فاطمه کن، نظر به عایشه کن، نظر به ام گلسون کن، به اینها نظر کن. از اونها میگه حیات یاد بگیر، از اونها شرم و حیا را یاد بگیر. برای چی؟ برای چی از اونها یاد بگیر؟ تا حسین شاخ تو بار آورد، تا حسین شاخ تو بار آورد، موسمی پیشین به گلزار آورد. حضرت میگوید برای آن تو پیرو فاطمه شو، برای آن پیرو عایشه شو که مثل فاطمه حسین تو به دنیا بیاری، مثل فاطمه تو حسن به دنیا بیاری. وقتی تو پیرو فاطمه نمیشی، پیرو عایشه نمیشوی، از کجا از تو حسن پیدا میشود؟ از کجا بر تو حسین پیدا میشود؟ از این خاطر خوش به حالت برادر عزیز، هر کدام مسلمان ها، همه شما برادرها، با یک گوش کردن امر معروف و با 5 وقت نمازی که شما در یک روز خواندین، در این حالت شما فکر نکنید که تمام ذمه اسلام از گردن شما برداشته شد، بلکه این وظیفه همه شماست. در خاندان کار کنین تا حد امکان. چگونه ای که امروز مردم غرب حرکت دارد، ما و شما را از راه بیراه کرد، ما و شما حرکت کنیم که فرزندها را اسلامی کنیم، فرزندها را نمازخوان کنیم، فرزندها را با ستر با حیا کنیم.